توی بد وضعیتی گیر افتاده بودیم. یه خونه داشتیم که علیرغم خوب بودنش به محل کار من و همسرم دور بود و مجبور بودیم بدیمش اجاره و نزدیک محل کارمون خونه اجاره کنیم. از اونجایی که روی اون خونه قسط بدهکار بودیم حقوق هر دومون میرفت برای قسط. از طرفی توافق اجاره مبلغ زیادی میشد که اینو کم میآوردیم. تمام برنامه‌های زندگیمون به هم ریخته بود. ناچارن تصمیم گرفته بودیم اون خونه رو بفروشیم و بیایم نزدیک محل کارمون خونه بخریم. مهران شوهرم که 2 شیفت کار میکرد اصلا وقت هیچ کاری نداشت و از طرفی همه اقساط خونه هم به نام من بود. ناچار شدم عصرها برم دنبال فروش اون خونه و خرید خونه جدید که هر چی سرم اومد از جریان معامله نحس این خونه است. من شهره هستم و 30 سالمه. 8 سالی میشه که ازدواج کرده بودم. به خاطر بچه دار نشدن هنوز شبیه آدم‌های مجرد بودم تا زن متأهل. ظاهرم نشون نمیداد. نبود روزی که همکارم تو اداره متلک بارم نکنن یا به هر طریقی اقدامی به جهت به دست آوردن دلم انجام ندن. ولی خب کار دولتی خوبیش به اینه که باز هنوز یه در و پیکری داره و افراد جرأت زیاده روی رو ندارن. کارم طراحی گرافیک بود و توی یه شرکت دولتی کار میکنم. قد بلندی دارم و لاغر هستم و مرتب ورزش میکنم و استایل خوبی دارم. مهران شوهرم کمی اضافه وزن داره که اونم به خاطر کم تحرکی بیش از حدش بود. چون مهندس مکانیک بود و تمام مدت پشت سیستم بود. کلا زندگیش کارشه. ازدواج ما سنتی بود. مهران مرد سرمجازی بود. من همیشه کمبود عاطفی بزرگی رو تو خودم حس میکردم. هیچ وقتم تو امورات مسائل زندگی همراه نبود. یه نمونه هم همین مسئله خونه که بارش تماما رو دوش من افتاده بود. از فروختن خونه کم کم ناامید شدم که یه روز از یه شماره رون به موبایلم تماس گرفت و گفت بابت آگهی خونه‌تون تو بنگاه آقای عظیمی مزاحمتون شدم. خونه رو به همه بنگاه‌های محل سپرده بودم. بعدا متوجه شدم یکیشو با این دوست بود و دیده بوده پول لازمیم بهم تماس گرفته. خودشو سهن معرفی کرد. بعد از تعارف فهمیدم از بنگاه‌های نزدیک خونمون که الان ساکنیم. خلاصه قرار گذاشتیم بابت دیدن خونه و بقیه صحبت‌ها برای فردا است. با مستاجر تماس گرفتم و هماهنگ کردم. قرار شد خریدار خودش بره خونه رو نگاه کنه. بعدش من برم بنگاه برای قولنامه. عصر فردا حسابی شیک کردم و یه کت و شلوار رنگ موت پوشیدم. با یه روسری اسکارف سفید و یه کیف قرمز کفش پاشنه بلند. موهامم لیس کردم و یه وری روی شونم انداختم. رفتم بانگاه ولی خود صاحب بانگاه که مشتری بود هنوز نیومده بود. فقط همکارش بود که ازم خواستم بشینم تا اومدن رئیسش. چند دقیقه منتظر بمونم. چند دقیقه نشستم تا آقا تشریف آورد. میپدر یه مرد تمام و کمال بود. از این تیپا که شالگونه دارن و پیشونی بلند، موهای پرپشت و قد بلند. یه شلوار جین سرمه‌ای پوشیده بود با یه پیراهن سفید مردونه که آستیناشو تا زده بود تا روی سینه‌هاش نشمه‌شو باز گذاشته بود. همینطور که داشت با گوشی صحبت میکرد اومد داخل. اولش متوجه من نشده بود. یه مرد 44-5 ساله ولی جا افتاده و خوش‌تیپ. انصافا مهران شوهرم هم خیلی خوش‌تیپه ولی سهن از مهران خوش‌تیپ‌تر بود. حسابی تحت تاثیرش قرار گرفته بودن. ادخلان خوش‌تیپی زده بود و تناسب و استایل خاصی توی تیپش بود. چشمش که به من افتاد بلافاصله تماسش رو قطع کرد و حسابی عذرخواهی کرد. خودم معرفی کردم و دلیل حضورم رو گفتم. بعد از کلی صحبت و شک و شونه صحبت تلفنی با شوهرم مهران به توافق رسیدیم که قولنامه کنیم و پرسید با پولش میخوایم چیکار کنیم. نکنه میخوای بری تو کار دلار. آخه همون موقع گرونی ارز و اینا بود. منم گفتم که به چه دلیلی فروشندم و میخوام اینجا خونه بخرم.
لبخندی زد و گفت اگه مایل باشی یه مورد خیلی خوب بهتون نشون بدم که با هم تاق بزنیم و یک کمیسیون به من برسه. تو هم بیخونه نمونی. تو اون یه ساعتی که بودم احساس راحتی خاصی میکردم پیشش. هم همکارش آدم سنگینی بود هم خودش. به نظرم قیمتی هم که خونه رو میخری بالاتر از چیزی بود که ما فکرشو میکردیم. قرار شد تا فردا یه خونه پیدا کنه و اطلاع بده. خداحافظی کردم و اومدم خونه. اما نمیدونم چرا شب همش رو فکرش بودم. مهران هم طبق معمول دیر میومد. نمیدونم از خوشحالی بابت دور شدن کارم بود یا از دیدن آشنا شدن با این آقای خوشتیپ. به طور عجیبی حس خوشحالی شدیدی داشتم و طبق معمول هم به خاطر خستگی مهران شوهر بیخیالم نتونستیم با هم خلوت کنیم و یه جشنی بگیریم. فردا صبح سر کار بودم که آقا سحن همون بنگاهی تماس گرفت و برای عصر قرار ملاقات گذاشت. عصر بعد یه چرت کوتاه یه دوش گرفتم و آرایش مناسبی کردم و خیلی تر و تمیز و مرتب رفتم بنگاه. چون فاصله کم بود پیاده رفتم. وقتی رسیدم آقا سحن منتظرم بود. جلوی در بنگاه ایستاده بود و بلافاصله بعد سلام و احوالپرسی مثل یه مرد جنتلمن در ماشین برام باز کرد و تعارف کرد که سوار شم که بریم برای بازدید خونه. 3 خونه برامون در نظر گرفته بود که یکی از یکی جالبتر و بهتر بودن. اون شرایطی که ما داشتیم و چیزی که مد نظرمون بود هم خونه زیادی داشتن ولی یکیشون بد جوری چشممو گرفت. خونه خیلی باحالی بود. سالن بزرگ نورگیری داشت و به شکل زیبایی روی سقف گنجکاری‌های خیلی ظریفی شده بود. خود خونه هم با یه رنگ ملایم نقاشی شده بود. موقعی که داشتیم خونه رو می‌دیدیم راجع به قیمتش سوال کردم که سحن لبخندی زد و گفت شما پسند کن، اونش مشکلی نداره عزیزم. اون کلمه عزیزم و اون لبخندش تمام منظور سحن رو رسون. ولی خب خودم رو زدم به اون راه و مجددا در مورد قیمتش سوال کردم که سحن باز هم تو چشمام زل زد و با همون لبخند گفت پسندیدی یا نه؟ گفتم آره ولی خب قیمتش که نذاش حرفم تموم بشه و گفت خب پس بریم پای قولنامه. گفتم آقا سحن من هنوز نمیدونم اینجا قیمتش چقدره، میتونم بخرم یا نه؟ باز هم یه لبخندی بهم زد و گفت زیاد گرون نیست، باید یه 40 تومنی بذار روی پول خودتون، یعنی 40 تومن به من بدید. با شنیدن 40 تومن کلا ناامید شدم و گفتم پس هیچی، شما 40 تومن نداریم بدیم. خندید و گفت خب براتون وام میگیرم. گفتم آخه ما به اندازه کافی قسط داریم، نمیتونیم قسط بدیم. گفت پس یه کار دیگه میکنیم. گفت چه کار؟ گفت پس یه خونه دیگه براتون پیدا میکنیم که کمتر بدهکار بشین. گفتم چاره نیست ولی کاش میشد این خونه رو بگیریم. از خونه اومدیم بیرون و سحن در خونه رو بست. یه کلید از جیبش در آورد و در خونه روبروی باز کرد و گفت ببین این یکی چطوره. اون یکی واحدی که دیدیم 105 متری بود ولی این یکی 95 متری. وارد خونه که شدیم خونه کاملا مبله و تر و تمیز بود. چون نوساز بود دلچسب بود ولی مشخص بود کسی تو خونه زندگی نمیکنه و انگار خونه مجردیه. ساعت تقریبا 6 عصر بود ولی خب به خاطر گرمای تابستون سحن خونه رو زد و در رو بست و سریع مشغول جمع کردن بساطی که وسط خونه بود شد. سحن خندید و گفت خانم اقبالی این واحد خونه مجردی خودمه. راستش تصمیم به فروش اجارا نداشتم ولی خاطرتون خیلی عزیز برام و نمیخوام دست خالی امروز بریم. این ملک خودم به سلیقه خودم ساختم. از همه نظر سنگ تموم گذاشتم. حیف دست آدم های به درد نخور و بد سلیقه باشه. باید یه خانم با سلیقه‌ای مثل شما باشه که یه دیزاین خوشگل خونه رو بچینه و هر روز از دیدنش انرژی بگیری. منم که تمام خونه رو بازدید کرده بودم پسندیده بودم گفتم آقا سحن این یکی رو باید چقدر اضافه تر بدیم. اونم که تو آشپزخونه بود دستش خودش رو اوپن و با یه فیگور خاصی گفت شهر خانم شما افتخار بدین پسند کنین اونو کنار میایم، اما اگه قبول کنین شما رو به همین کافه خیابون دعوت کنم تا یه قهوه با هم بخوریم و بیشتر با هم صحبت کنیم. من با مهران اوایل آشناییمون زیاد کافه میرفتم اما بعد ازدواج اونقدر درگیر کارهاش بود که دیگه نرفتیم.
از پیشنهادش حس خوبی گرفتم و دعوتش رو قبول کردم. ولی خب با یه غریبه یکم معذب بودم. ولی از شما چه پنهون؟ هیجان خاصی داشتم. تو همین حال مهران زنگ زد، از اوضاع احوال پرسید. چند دقیقه صحبت کردیم و جریان رو بهش گفتم و گفت هرچی خودت تصمیم گرفتی. من بهت اعتماد کامل دارم. قرار شد بهش زنگ بزنم و بعد از دیدن خونه. تلفنم که تموم شد دیدم سحر پشت سرم ایستاده و داره سر تا پامو برانداز میکنه. گفت خانم اقبالی دستور چی میدین؟ میریم؟ دوباره تعارف زد و ناچار قبول کردم. به کارش خیلی وارد بود. چون تا همین مدت کوتاه که باهاش آشنا شدم حسی بهم داد که میتونستم بهش اعتماد کنم برای معامله. علاوه بر اون خودم هم دنبال بهانه‌ای بودم تا بیشتر باهاش معاشرت کنم. در همین حین که صحبت میکردیم از در واحد رفتیم بیرون و سوار آسانسور شدیم و راهنمایی کرد سمت پارکینگ. در ماشین برام باز کرد و نشستم روی صندلی جلو. به محض سوار شدن کولر ماشین رو روشن کرد. منم ناراحت نم دادم و گلوی روسریم رو شل کردم. داشتم از موزیک و خنکی باد کولر لذت میبردم. اون با دستمال کاغذی عرق روی پیشونیش رو پاک کرد و با لبخند گفت عزیزم راحتی؟ منم که تو خلسه عجیبی بودم گفتم بله مرسی. ولی حسابی افتادی تو زحمت. سحر گفت خواهش میکنم، باعث خوشبختی من شد آشنایی با شما. جدی میگم. بعد از اینکه حسابی از کار و تورم و بالا رفتن نرخ دلار و تاثیر گذاشتن روی ملک صحبت کرد، رسیدیم به کافه مورد نظر و ماشین رو پارک کرد و سریع اومد در رو برای من باز کرد و پیاده شدم و با هم رفتیم تو کافه. صندلی رو برام کشید عقب و تشکر کردم. نشستم. کافه خوبی بود. یه موزیک ملایم هم پخش میشد و کلی پسر و دختر هم نشسته بودن و میگفتن و میخندیدن. کلی حس خوب گرفتم و از سحر تشکر کردم بابت دعوتش. حسابی هم گشنم شده بود. یه سالاد سزار هم سفارش دادیم و مشغول شدیم. پشتبندش هم یه فنجون قهوه و کیک گرفتیم و خوردیم. سحر دوباره شروع به صحبت کرد و من فقط شنونده بودم. یه ساعتی گذشت که ازش خواستم خداحافظی کنم که گفت یه بستنی هم بخوریم و اگه اجازه بدید خودم شما رو میرسونم. در حین خوردن بستنی یه چند تا سوال شخصی ازم پرسید. از رشته تحصیلی و سن و اینکه بچه دارم یا نه و از این جور سوالها. بالاخره بلند شدیم و من رسون خونه و کلی ازش تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم. کلید رو انداختم، در رو باز کردم و رفتم تو. چراغ‌ها خاموش بود. مهران مثل همیشه هنوز نیومده بود. یه حسی داشتم. انگار برانگیخته شده بودم و انگار نیاز داشتم لمس بشم و خیلی دلم میخواست مهران خونه میبود و تا یکم با هم دراز بکشیدیم و نوازشم میکرد. ولی خب مثل همیشه تنها مونده بودم. لباسامو در آوردم و دوش گرفتم مشغول خوش کردن موهام بودم که مهران کلید انداخت تو در با 2 تا جعبه پیتزا و دسته گل اومد داخل. با تعجب نگاه کردم گفتم چه بی مقدمه؟ گفت عزیزم مقدمه نمیخواد که این چند روز خیلی خسته شده بابت دوندگی کارهای خونه. خواستم ازت تشکر کنم. اومد بغلم کرد و بوسیدم و دوش گرفت و با هم یه شام خوردیم. یه موزیک که زدم و شروع کردم به رقصیدن که مهران منو دید و یه سوت زد و گفت اوهو چی شده شهره خانوم؟ افتخار داده داره برامون غیر میاد. اومد و با هم همراهی کرد. شب قشنگی رو گذروندیم. بعد از مدت‌ها حسابی با هم خلوت کردیم و بعد آشپزی توی تخت و رابطه روی بازوهای مهران به خواب رفتم. چند روزی از ملاقات من و سحر گذشته بود تا اینکه یه روز صبح زنگ زد محل کارم. خونه قرار گذاشته بود برای قولنامه و خرید همون خونه که پسندیده بودم. فردا عصر همون روز مهران مرخصی گرفت و اومد و خونه رو معامله کردیم. سحر جوری درست کرد که ما حتی 1 ریال هم بابت کمیسیون بهش ندادیم. خونه رو هم سرویس اساسی کرد و بهمون تحویل داد. متوجه بودم با دیدنم چشماش برق میزد. ولی من همه این توجه هم به مهران بود و خیلی کوتاه و رسمی جوابشو میدادم. تا اینکه خداحافظی کردیم و با مهران شام رفتیم رستوران و یه جشن حسابی گرفتیم که بالاخره هم خونه قبلی فروش رفت هم خونه جدید رو گرفتیم.
پروندهش بسته شد و به خوبی و خوشی برگشتیم خونه تا هر چی زودتر و توی فرصت مناسب اعصاب کشی کنیم به خونه جدیدمون. بالاخره با کلی خستگی مثل همیشه تک و تنها تمامی کارهای اعصاب کشی به عهده من بود و مهران مثل همیشه غایب در کمک. یه هفته طول کشید تا خونه رو کامل بچینم و حسابی خستگی در کنم. گذشت رو حسابی تو خونه جدید جا افتادیم و خیلی خوشحال بودم. چند روز بعد توی یه شب سرد و زمستونی که طبق معمول مهران گیر کرده بود و من تنها بودم، حوصله‌ام سر رفته بود و داشتم برای خواب آماده می شدم که دیدم از سحر برام چند تا پیام اومد و سلام و احوال پرسی کرد و تبریک گفته برای خونه جدید. اولش فکر کردم حتما اشتباهی فرستاد و جوابی ندادم، ولی دوباره پیام داد و گفت شهر خانم با من قهری؟ نمیدونم چرا خیلی ذوق کردم و جواب احوال پرسیشو دادم. گفت میتونی صحبت کنی زنگ بزنم؟ گفتم از خانومت نمیترسی؟ خنده شیرینی کرد و گفت خیلی دوستی شهر خانم. بلافاصله زنگ زد و یه ساعتی حرف زدیم. به اصرار ازم قول گرفت و یه قرار کافه گذاشت. خداحافظی کردیم و مثل دخترای نوجوان هیجان زده بودم. خودم متوجه نبودم که چم شده. با خودم میگفتم مگه چیه؟ یه دوستی ساده است توی محیط بیرون یه ساعتی حرف میزنیم و یه چیزی میخوریم. چقدر تو خونه بمونم تک و تنها؟ با این فکرها خودم رو تبرئه میکردم. وقتی قرار رسید و یه پالتوی جلو باز پوشیدم و چکمه و کلاه و کیف دستیمو برداشتم و سوار اسنپ شدم تا به موقع برسم سر قرار. وقتی وارد کافه شدم دیدم سهم برام دست تکون میده، ولی از اون موقعش هنوز جذابتر به نظر میرسید. نزدیک شدم و دست دادیم و منو کشید به طرف خودش و بغلم کرد و لپمو بوسید. شوک شدم از کارش، ولی اصلا به رو خودم نیاوردم و حتی لذتم بردم از تماس لبهاش روی صورتم. کنار هم نشسته بودیم و دستم رو توی دستاش گرفت و با انگشتاش حلقم رو لمس میکرد. گفت شهره؟ گفتم جونم. گفت نمیدونم چرا از زمانی دیدمت یه حسی دارم. یه وقت ناراحت نشی از حرفام. نیز خندیدم و یه حرکتی به صورتم دادم و موهامو زدم کنارم و گفتم نه عزیزم، منم حس خوبی به شما دارم. گفت یعنی آره؟ با یه اشوه قشنگ گفتم آره و هر دومون خندیدیم. دستم همینقدر طور که توی دستش بود قهوه و کیکشو خورد و گفت خوش به حال شوهرت. گفتم چرا؟ گفت خیلی جذابی و خاصی، کسی تا حالا نتونسته اینقدر دل منو ببره. گفتم کی قد بدونه. باز دوباره چشمک بهم زد و گفت آره. خندیدم و کلی و نتونستم بگم آره. همونجور دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند و گفت اینجا خیلی شلوغه، اگه موافقی بریم یه جای خلوت‌تر با هم صحبت کنیم. گفتم عالی و بلند شدیم. سهم میز حساب کرد و رفتیم تو ماشینش رو نشستیم و حرکت کردیم. هیجان شیرینی توی تنم جریان داشت. رسیدیم به خونه‌ش و دست تو دست هم سوار آسانسور شدیم. انگار یه حس عالی به اسم بی‌نظیر توی خونم جریان داشت. رفتیم توی طبقه پنجمی که چند تا واحدش مال صحن بود. کلید انداخت و رفتیم داخل و نشستم و صحن از یخچال آب میوه آورد و ریخت توی لیوان رو بهم داد. آب میوه رو خوردیم و گفت گرمت نیست؟ با پالتو نشستی؟ میشه درش رو بیاری و راحت باشی؟ با کلی ناز و اشوه شال و پالتومو در آوردم و گذاشتم روی مبل و شروع کردم به دید زدن خونه. تابلوهای قشنگ رو دیوار بود و ایستادم جلوی یکیشون رو نگاه میکردم که صحن دستاشو دورم حلقه کرد و از پشت چسبید بهم و لباشو گذاشت رو لپم. جوری که انگار 1000 سال همو میشناسیم و با هم زندگی میکنیم. عجیب با هم اخت شده بودیم و نفهمیدم چطور وا دادم که دیگه هوا تاریک شده بود. از بغلش شدم و بیرون کشیدم و پالتومو پوشیدم و سحن گفت به این زودی میخوای بری عزیزم؟ گفتم سحن خیلی دیر شده، لطفا منو برسون. بعد اینکه یکم به حالت عادی برگشت از جاش بلند شد و منو رسوند خونه. رسیدیم خونه‌مون. مهران هنوز نیومده بود و حال بدی داشتم. سریع همه لباسامو در آوردم و شپوندم تو لباسشویی و رفتم حموم و 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 روب، 1 ساعت چرا شد که هیچ حس تمیز شدن نداشتم.
یهو بغضم شکست و اشکام اومد و شروع کردم به بد و بیراه گفتن به مهران. تقصیر مهران بود، این همه نیاز، این همه تنهایی، این همه سکوت، همش تقصیر مهران بود. گم بزنم به کارت مرتیکه بی وجود. هرچند اینا همه توجیه بود و خودم میدونستم که دارم چرت میگم. اومدم از همون بیرون و رفتم لباسامو پوشیدم و رفتم زیر پتو. نرس کرده بودم. مهران هنوز خونه نیامده بود. 2 تا قرص خواب خوردم و چشامو بستم و تمامی صحنه‌هایی بودم با صحن مثل یه فیلم از جلو چشام رد شد. تازه فهمیده بودم که چه کاری کرده بودم، ولی پشیمونی دیگه سودی نداشت و بدتر اعصابمو داغون میکرد. و تو اون موقعیت اصلا نمیخواستم که بهش فکر کنم. از فرط خستگی چشام رفتن رو هم. 20 دقیقه خوابم بود که مهران بیدارم کرد که چرا با موهاتو خوش نکردی یا با حوله دور سر سرما میخوری عزیزم. ولی به خاطر قرص‌ها نمیتونستم چشامو باز نگه دارم. به مهران گفتم سرم درد میکرد و قرص خوردم و خیلی گیجم. دوباره اومد کنارم و لبه تخت نشست و حوله رو از دور سرم برداشت و شروع کرد به سشوار کردن موهام. تماس دستاش به سرم بیشتر خواب‌آلودم میکرد و دوباره به خواب عمیقی فرو رفتم. اون حس پشیمونی گذشت و جاشو داد به یه حس بیخیالی و حق به جانبی که بهم جرأت بده تا 3 بار بعد از اون ماجرا با سحن قرار بذارم و حسابی خلوت کنم برای عشق‌بازی و خیانت. البته هر 3 بار شب تو همون خونه بود که همدیگه رو دیده بودیم و با رضایت هر دوتامون بود. چون به این کارم و من با بچه دار نشدن خوردم که مهران به خاطر همین موضوع طلاقم داد و که به خاطر فشار خانواده‌اش که هی میگفتن تک پسر خانواده هستی یا باید پسر بیاری و فامیلیمون رو نگه داری. در عوض بهریه همون خونه که واسه هم معامله کردیم و بهم داد و پرونده زندگی مشترکمون بسته شد. سحن هم زنش و پسرش رو تصادف مردن. الان 3 ماه میشه که با همیم. تو همون خونه که رابطمون شروع شده بود. ولی هر دوتامون که طی اون 5 سالی که با هم ازدواج کردیم روزگار بدی رو پشت سر هم گذاشتیم. الان میفهمم که هر کی ظاهر جذابی داره لزوما نمیتونه آدم مناسبی برای زندگی مشترک باشه. سحن هنوز همونطور دوستم داره و بهم اشتیاق داره ولی من دلم پیش زندگی اولم هست و با خودم فکر میکنم این حس خوشبختی و رضایت نداشتن از زندگی الانم خیانتی هست که به مهران کردم. بهترین خونه و ماشین و پول الان توی زندگیم هست اما حال دلم خوب نیست و هیچ شبی نمیتونم بدون قرص خواب بخوابم متاسفانه ولی نه همیشه اما گاهی خیانت خیلی میتونه از عشق قوی‌تر باشه. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگه از این سبک داستان‌ها خوشتون میاد ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید. هر شب رأس ساعت 8 شب پست داریم. لایک و کامنت هم یادتون نره و برای مطلع شدن پست ها زنگوله چنل رو میتونید فعال کنید. ممنونم از همراهی و لطف و محبتتون تا داستان بعدی. خدا نگهدارتون باشه.